عزیزان، زمانی که تونل کندوان رو درست میکردن سال 1316 17 شورویا درست میکردن. حاجی اونجا کارش این بوده لباس کارکنار اونجا رو میدوخته. یه روز رضا شاه میاد اونجا، بهش میگن دیگه نمیتونیم کار کنیم. حاجی ما اونجا حضور داشته، از زبون خودش بشنوید چی میگه. حاجی تعریف کن، بگو. تونل کندوان کنترات شورویا بود. مشغول شدن به کار کردن. بعد از مدتی رسیدن به جایی که یک سنگ سفت به نام قرقسم داشتی نتونستن کار کنن. به رضا شاه اطلاع دادن تونل تعطیل شده. رضا شاه لباس چندتایی تن کرد، پول ریخت تو جیبای چندتایی، سوار ماشین شد، پشت کرج پیاده شد، با ایادی رفتن سر تونل. اسکناس 100 تومانی رو گذاشت روی سنگ، گفت به اندازه 100 تومن بکنین، تونل باید در بره به شمال. نعمت شمال افول باید به همه جای ایران بره. اسکناس 100 تومانی رو میذاره، میگه این 100 تومن برای کسی که به اندازه یه اسکناس 100 تومانی بکنه. ببینید چه زحمتی کشیدن. شروع کردن به کندن.